سوال دیگر برادران عزیز، گفتن که با نامسلمان سلام دادن یا جواب دادن چه خیل است؟ یعنی یک آدمی که مسلمان نیست، آیا ما همون را حق سلام دادن داریم یا نداریم؟ برادرای عزیز، حاضر من حدیثی را برای شما میکشم که در حدیث پیامبرمون چی گفتن؟ خب عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا وعلیکم. حدیثی متفق علیه، حدیث بخاری و مسلم است که پیامبر میگه هرگاهی که شما را اهل کتاب، یعنی این مردمی روس باشد، خب یعنی هر یک مردمی که اهل کتابه، به یکی از کتابهای خدا ایمان دارند، خواه به انجیل، خواه به زبور، خواه به تورات، یعنی اگر یکی از همین پیروای کتاب اگر به شما سلام دادن السلام علیکم، شما بگین که و علیکم، یعنی جوابی و علیکم باید از طرف شما باشد. حدیث دیگر ان اسامه رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم مر على مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود فسلم عليهم النبی صلی الله علیه وسلم متفق علیه. این شام حدیث متفق علیه با روایت حضرت اسامه میگه بار پیامبرمون بر پیش یک جمع از مردم گذشتن که این مردم عبارت بودن از خب مردم مسلمان و غیر مسلمان، حتی میگه مشرکا هم در همونجا بودن، یعنی بت پرستا هم در همونجا بودن. پیامبر میگه وقتی که گذشت بر همه اونها چیکار کرد؟ فسلم علیهم، با اونها سلام داد. میگه یعنی برادرای عزیز و گرامی، در مسئله همین معامله ها با مردم غیر مسلمان بسیار با احتیاط باشید. یعنی مردم مسلمانی ما یک تأثیرات گرفتگی است که غیر مسلمان، خواه او نصرانی باشد خواه یهودی باشد که پیرو یکی از کتاب ها هست، اونها را در ذهن همین مسلمان های ما همچنان عقیده وجود دارد که اونها را بسیار با چشم حقارت نگاه میکنیم، بسیار اونها را ما تحقیر میکنیم، حتی حقارتشون میکنیم. حتی بعضی ها را من در همون بعضی سفرهایی که داشتم به روسیه حتی شنیدم که برای کشتنشون هم، یعنی خون اونها را ریزانیدن یا اونها را ضرب و لط کرده و مبلغاشون را گرفتن، یا با اونها وقتی هم معامله میکنیم فریبشون میکنیم مبلغاشون را گرفتن، گویا که برای آدم مسلمان درست باشد همین تعلیمات بسیار بیهوده و بی‌مورد و بی‌معنی را در ذهن بسیاری از مسلمان های ما هست. برادر عزیز، برای همین این کار نادرسته. من برای همه شما گفته بودم، باز میگم که وقتی شما در همون ملک ها در وطن همون ها رفتین و برای مقصد بهبود زندگیتان با اونها بسیار معامله خوب کنین، با اونها بسیار مراسای خوب کنین. برادر عزیز، وقتی همونا با همون لفظی خودشون شما را سلام میتین، مثال دیده که هر کدامش بیاد یک زدرستی میگه، تمام زدرستی بگو، یگان با که نداره برادر عزیز، یگان زیانی نداره. از همین لحاظ شما که در ملک همونهای این برادرای عزیز و در همونجا گوییم که مثل یک چی گوییم، یعنی مثل یک آدمی که شما در
اونها یک دستنگر هین، یعنی در ملک اونها زندگی میکنین و از همونجا الحمدلله رب العالمین که خدای مهربان برای شما رزقتون در اونجا مقدر کرده گیه. به همین شما هیچ وقت با اونها مناسبتی بد نکنین. این چخیر میشه درنگ هم تاجیکای ما میگفتن که همون نان تمیخ را در نمکدان توف میکنن، شما مثل همون میشین که ما از همون جا یک تیکنان ما نمی آویم ولی با در نسبت همون نفرت داریم، بدبینی داریم. اونها را مثال بگیم در ذهنهای ما و شما خونشان ریزاندن، پولشان گرفتن، فریب کردن و دیگر مقصد خصلت و رفتارها و آدابها و بسیار چیزهای بدی در ذهنمون داریم در نسبت اونا. در همین چیزها احتیاط کنیم. یعنی از روی آنچه که من معلومات دارم شما بسیار در همسایه‌داری هم با اونها معلومات هر یک بار دیدین با همون کلمه های خودشان، با همون سلام های خودشان سلامشان بتین، اول پرسیشان کنین. یگان حاجت اگر اونا یگان کاری در شما را اگر مشغول کردن کاراشون بکنین. در همسایه‌داری حتی اونا برادرای عزیز حق دارن بالای شما. از این لحاظ سلام دادن اونها برادرها وقتی مقصد همون سلامی که با همون گفتم که یک زدرستی گفت، زدرستی بگوی چی گپینی؟ اول تپرسید، اول شب بپرس. این است برادر عزیز تعلیمات دینی ما شد. من یک چند آیت را برای شما میخوانم برای در ذهنتان، برای فهمتان، یکی فردا با یگان کسی دیگه مقصد در همین عوض همین جواب دادگی من برای شما یگان چیز ذهنهاتون مشوش کردن داخل نکنه. شما دلیل هایی که من میارم اینها را برای اونها رسونید که در اینها چی جواب میگن. خب سوره ممتحنه آیت 8 و آیت 9 الله میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله رب چی میگه؟ خداوند شما را من نمیکند که در حق کسانی که با شما جنگ دینی ندارد و شما را از محل سکونت خودتان اخراج نمیکند نیکی و احسان کنید و با عدالت به آنها رفتار نمایید. خداوند افراد عادل را دوست می‌دارد. معنای آیت چی بوده است؟ الله مهربان میگه آن کسانی که با شما، یعنی آدمای غیر دینی که با شما در حالت جنگ دینی با شما نیستند و شما را از همون جای زیستان یعنی ایوطن خودتان با سبب گویم جنگ یا جنجال شما را از وطنتان خارج نکرده ایستاده، شما در حق اونها نیکویی کنین، ببینین در حق اونها احسان کنین و در حق اونها عدل کنین و خداوند آدمی احسانکار و عادل دوست می‌دارد. برادر عزیز این در حق همون نفرهایی هستند که مسلمان نیستند، مادامی با شما در حالت جنگی نیستند، شما را از وطنتان بی وطن نکردیستند، پس در حقشون میگه خدمت کنین، در حقشون نیکویی کنین، در حقشون سخن خوب بگین، با اونا معامله درست کنین. امروز اگر بگیریم برادران عزیز و گرامی، ماها را با ما اونها در حالت جنگی نیستند، علاوه بر دولت روسیه در حالت جنگی نیستند با ما، همچنان ما را از وطنمون بی وطن نمیکنند، برعکس برای ما امکانیت دادستند که ما رفته با اونها نه تنها یک مثال بگیم که مردم ما رفته در اونجا یک تکنانش می آورد، بلکه در بسیاری از معامله های دولتداری و
معامله های تاجرهامون و همه اینها بسیار با هم دولت روسیه همکاریم و این همکاری هم با این مردم هم من نیست برادر عزیز. وقتی پیامبرمان از مکه مدینه میرفت، نفری را به نام عبدالله ابن اریقیت که مشرک بود، مشرک، ولی اینا اهل کتابند، اون مشرکش بود پرسته و میدانی برادر عزیز که همچو یک راهنما برای خودش گرفت، گفت ما را رای مدینه را نشان بده، مقصد برای خدمتت ما تو را مبلغ میتیم. یعنی از او با او همکاری کرد برادر عزیز، با او معامله کرد و او راهنمایی کرد و حق عبدالله ابن اریقیت داد. این دلالت بر همین میکند که معامله با اینها یگان گناهی نداره برادر. خدا پرده کنه امروز بیشتر ما از همین همسایه‌ای که داریم مثل افغانستان که مسلمانای ما از اینا بیشتر خطر داریم که مبادا ملک ما را ناآرام و آسودگی ما را از بین نبرند. این جای برادر عزیز ملامت مسلمان نمی رود، این جای تحقیر مسلمان نمی رود. لیکن همین امکانیتی را که امروز همین دولت روسیه، من اکد اینجا نآمدم که دولت روسیه را تعریف کنم، لیکن وقتی سوال آمد و جای گپ آمد من برای شما بیان کنم که یعنی شما فریفته نشین و هر نفر شما را دلالت کند با مناسبت بد به اینها، با حق اینها را خوردن، خون اینها را رزاندن، شما درو فریفته گپی اونها شین. حاضر ببینید همین دولت های عرب برادر عزیز مثل همین خودی سعودی، یک جایی که مرکز دینه، آیا یگان مسلمان راه میته در همونجا که براون همین رنگ چخیلی که در همین دولت های غیر مسلمانی مردم ما اینا در امریکا و مردم ما اینا در ایتالیا و از اونجا ما را زنگ میزنن که ما در همینجا کار کردیم. همین شرایط تیره که همونها دادگیان، مسلمان ها امروز مسلمان ها دادگی نیستن. دولت روسیه حاضر برای اونه که تو در همونجا کار میکنی تا یک چند سال ده گرجدنینت میکنه، لیکن اگر 100 سال در سعودی برای کار که گرجدنینت نمیکنه. برای همین بسیار برادر عزیز در این مسئله با احتیاط باشین، فریب هر کس نخورید. این باز دلیل دیگری که من برای شما میگم، این از سوره عنکبوت آیت 26 خدا میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الله چی میگه؟ با اهل کتاب جز به بهترین وجه مجادله نکنید. یعنی با اهل کتاب، یعنی با نفرهایی که مسلمان نیستن، اهل کتاب هم. یعنی نصرانی هم یا پیروی تورات هم. میگه با اینها بسیار معامله بهترین کنین، رفتار بهترین کنین، چقدر با اینها مقصد نزدیک شوین در همکاری ها، در باوریشون داخل شوین. اینجا در گپ سری اعتقاد نمی روه. ما آن اعتقادی را که اونها دارن ما به اعتقاد اونها نزدیک نمیشیم. ما الحمدلله مسلمانیم، ما به خودمون اعتقاد دینی خودمون داریم، ولی گپ در سری معامله، گپ در سری نشست، گپ در سری همکاری رفتیسته که آیات قرآن برای ما و شما اینها را گفتیستند. پیامبر گرامی میگه، جناب امام طبرانی میارد، من از زمیان فقط آذانی و من آذانی فقط از الله. کسی یک آدمی زمی را، زمی گفته یک آدمی که در همین ملک ما، مثال ملک اسلامی است، مسلمان ها زندگی میکنن، همین جمعی آید پناهگاه طلب میکنن. میگه که من در همین جا مقصد پناهگاه طلب میکنم در یک
یک قطعه را مثال از همین تاجیکستان ما و شما همونجا را اهل زمی میگیرن. زمی ها همه آدمایی که یعنی یک مقدار مبلغ میتن، ما آرامی و آسودگی را تامین میکنیم. پیامبر گفته است حتی همونها را اگر آزار دادین آزاری منه، اگر مرا آزار دادین الله را آزار دادین. بین نفری که دین نداره برادر عزیز فقط از ما پناهگاه طلب کرده، طلب امن که امنیت ما را نگاه بکنین، ما برای شما مبلغ میتیم، میگه همه را آزار نتین که آزاری منه. خب دیگر آخران چیزی را که من در این باب میگم، از سلمه مادرمون زن پیامبر روایت شدگی است که پیامبر میگه این قد اهدیت الی النجاشی حلتا و اراق من الحریر. حتی نجاشی یک آدمی نصرانی بود، همین مسلمانای ما را اولین آدمی که بگیم پناهگاه داد از مکه بیرون شدن رفتن همین نجاشی بود. همون مردکی سیاپوستی که در کنار هست مسلمانای ما و شما را پناهگاه داد. حتی نفرهای از مشرکین رفتن که اونها را گرفته بیارن اذیتیان، نجاشی نداد. چون پیامبر ما برای همون نجاشی یک آدمی نصرانی ده هدیه روان کرد. چی هدیهش داد؟ گفت دو تا قطعه برد یمانی، بگیم دو لباسی بسیار زیباسی یمنی داد چون، و یک مقدار دیگر حریرش دادن، ابریشم، یعنی لباس های ابریشمی. بسیار یک هدیه خوب، یک تحفه خوب کرد و به نام نجاشی روان کرد. ببین پیامبرمون به یک آدمی که نصرانی بود هدیه روان میکنه. در حدیث بخاری آمده است برادرای عزیز و گرامی، در حدیث بخاری آمده است که یک نفر یهودی را میگه وقتی که تابوت چه میگذرانیدن پیامبرمون جاش بلند شد، گفتن حضرت بشی این یهودی ای. میدونی پیامبر چی گفت؟ گفت الیست نفسن الیست انسانن. آیا گفت این انسان نیستن؟ یعنی یهودی هم که باشد آیا انسان نیست؟ برادرای عزیز، هر نفر خواه روس ای، خواه امریکایی ای، خواه مثال بگیم کسی باشد نباشد، به خاطر که انسان ای احترام انسانی داره. برای من علاوه خصوص دادرای عزیز من برای شما تاکید کردنیم که در همون ملکا که هستین با اون مردم راسا کنین، اون مردم را فریب نکنین، اون مردم قطع معامله کنین، دلی اون مردم را بیابین. انشالله همه این کارا خیره، شما یگان جای گناهگاری ندارد، ولی از دین خودتان از عقیده خودتان پیروی کردن میگیرید.